قبلا اینجوری بود که ما باید به حرفای طرف دقت میکردیم و از تو صحبتاش منظورش رو متوجه میشدیم دیگه، اینجوری بود. اما جلوتر که اومدیم یافته‌های علمی اومد به کمکمون، به ما گفت که شما غیر از حرفایی که طرف میزنه به رفتارهای غیر کلامی یا همون زبون بدنش هم توجه کن. به حالت صورتش دقت کن، به حالت دستاش نگاه کن، به حالت پاهاش توجه بکن. اینجوری بهتر و سریعتر میتونی منظورش رو بفهمی، میتونی حس و احساسش رو رمزگشایی بکنی، میتونی متوجه بشی که چه رفتاری رو میخواد از خودش بروز بده. اینجوری کمتر فریب میخوری و راحتتر و زودتر منظور طرف رو میگیری. جو ناوارو که افسر سابق FBI و متخصص تو همین زبان بدن هست، تو این کتاب میخواد به ما یاد بده، به ما کمک بکنه چجوری این رفتارهای غیر کلامی رو بشناسیم و رو زبون بدن خودمون خلاصه کار کنیم دیگه. اینجوری باعث میشه که روابطمون خیلی مؤثرتر باشه، کارآمدتر باشه و بهتر بتونیم افراد رو رمزگشایی بکنیم و به منظورشون پی ببریم. این اپیزود رو بشنوید. میخوام درباره زبان بدن یا رفتار غیر کلامی بیشتر باهاتون صحبت بکنم. به نام خدا. سلام، من مهدی بهمنی ام و این اپیزود 100 پادکست کتاب جیبیه که داره در آبان ماه 1403 منتشر میشه. قسمت اول از خلاصه کتاب Body Language What Everybody is Saying یا همون زبان بدن، آنچه بدن میگوید، نوشته جو ناوارو، افسر FBI. ترجمه فارسی این کتاب رو هم انتشارات آموخته با قلم امیر انصاری منتشر کرده، میتونید بگیرید و بخونید. قبل از شروع اپیزود 3 نکته رو عرض بکنم. نکته اول این که 26 مهر ماه امسال 4مین سالگرد و تولد پادکست کتاب جیبی بود. خیلی خوشحالیم از این که 4 سال در کنار شما بودیم، در کنار شما زندگی کردیم، در کنار شما یاد گرفتیم و تونستیم خلاصه کتاب تعریف بکنیم. 100 تا کتاب رو ما در عرض این 4 سال برای شما خلاصش کردیم و تعریف کردیم. بعضی از شنونده ها کامنت داده بودن که درباره اصلا شروع پادکست کتاب جیبی و اینکه چی شد تا اینجا پیش اومد صحبتایی بکنید یا اینکه اصلا یه اپیزود اختصاص بدید، که اتفاقا در همین سالگرد 4 پادکست کتاب جیبی از طرف رادیو جوان از من دعوت شد و اونجا تو برنامه پادکسترهای جوان یه برنامه ویژه اختصاص داده شد به پادکست کتاب جیبی. اونجا اسماعیل باستانی با من یه گفتگویی کرده که به نظرم شنیدنش خالی از لطف نیست. اگر دوست داشتید مراجعه کنید. لینکش رو در توضیحات اپیزود میذاریم که اگه دوست داشتید بشنوید. نکته دومی که قسمت مشاوره ما فعاله، اگه خواستید میتونید مراجعه کنید. قسمت اسپانسرینگ ما هم که سر جاش هست، خدمات و محصولاتتون رو میتونید اونجا تبلیغ بکنید. بریم دیگه با هم بشنویم قسمت اول از خلاصه کتاب زبان بدن نوشته جو ناوارو. 15-20 سال پیش حتی جامعه علمی هم واقعا موضوعاتی که جو ناوارو تو این کتاب مطرح میکنه رو در جریان خیلی نبود یا تایید نمیکرد. اما تو این چند ساله که خیلی فناوری اسکن مغز، تصویربرداری عصبی پیشرفت کرده، الان دیگه دانشمندا تونستن به حرفای نویسنده این کتاب پی ببرن. تخصص جو ناوارو الان داره خیلی کمک میکنه تو سرتاسر جهان به آدما و رسمیت هم پیدا کرده، طالب هم پیدا کرده. تو برنامه‌هایی که ایشون اجرا میکنه، برنامه‌های مختلفی مثل تودی شو شبکه NBC یا برنامه هدلاین نیوز شبکه CNN، شبکه فاکس، شبکه ABC، دائما داره باهاش مصاحبه میکنن دیگه. خودش هم برای کارکنان FBI، CIA سمینار میذاره، دائما به بانک‌ها، به بیمه‌ها، به مؤسسات حقوقی داره مشورت میده
و تو دانشگاه سنت لئو هم که در حال تدریسه. تو یک کلام جو ناوارو در حال حاضر میتونیم بگیم که تو خط مقدم تخصص ارتباط غیر کلامی است. جزو یکی از اون آدماست که واقعا متخصصه در این زمینه. بریم سراغ حرفای جو ناوارو. اول بیایم اینو بگیم که اصلا ارتباطات غیر کلامی چی هستن. ارتباط غیر کلامی یا همون زبان بدن یا بادی لنگویج درست مثل همون ارتباط کلامیه، یه روشیه برای اینکه ما اطلاعات رو به طرف مقابلمون منتقل کنیم دیگه. فرقش اینه که شما از طریق حالتهای صورتتون، ژستای بدنتون، لحن و تون صداتون این انتقال اطلاعات رو انجام میدید. فقط فرقش در همینه. جالبم اینه که 60-65% ارتباطات ما رو همین زبان بدن تشکیل میده. زبان بدن یه راهیه برای اینکه ما فکر طرف رو بخونیم، احساسش رو پی ببریم، نیت واقعیش رو بفهمیم. چه تأثیری هم تو زندگیمون داره ثابت کردن اینو دیگه الان محققا که زبان بدن اونایی که بلد هستن تو زندگی موفق ترن نسبت به اونایی که بلد نیستن. حالا جلوتر بهش میپردازم. لذا بدون دلیل نیست که الان مردم تو عصر کامپیوتر و پیامک و تماس تصویری و اینا هنوز شما نگاه میکنید پرواز میکنن برای اینکه یه سری از آدما رو از نزدیک ببینن یا تو جلسات اینا رو باشون ملاقات بکنن. یکی از دلایلش همینه که به زبان بدن اینها پی ببرن، چون زبان بدن هم قدرتمندتره، هم معنادارتره، خیلی بیشتر به درد ما میخوره تا فقط حرفای طرف ما بشنویم از پشت تلفن. این خلاصه در مورد اهمیت زبان بدن. برای اینکه ارتباطات غیر کلامی رو رمزگشایی بکنیم، پیشنهاد نویسنده اینه که از این 10 فرمانی که تو کتاب میاره پیروی کنیم. این 10 تا فرمان رو من دونه دونه خلاصه میگم، دربارش یه خورده توضیح میدم. فرمان اول این که محیط اطرافمون رو ما باید خیلی دقیق مشاهده کنیم، نه فقط ببینیم. این فرمان اول یه فرمان اصلیه ها، یه فرمان اساسیه، سرسری ازش نباید گذشت. دقت کنید، مشاهده دقیق، نه دیدن صرف، نه نگاه کردن خالی و بی دقت. به قول شرلوک هولمز، کارگاه مشهور انگلیسی که احتمالاً سریالاشو دیدید، به همکارش واتسون برمیگرده میگه که ببین فرق من و تو اینه، تو میبینی ولی من مشاهده میکنم. تو میبینی اما مشاهده نمیکنی، ولی من میبینم و مشاهده میکنم، یعنی با دقت به جزئیات میبینم. یک کسایی مثل شرلوک هولمز به تغییرات کوچیک محیط اطرافشون توجه دارن، یک کسی هم مثل دکتر واتسون به این تغییرات کوچیک توجه نمیکنه، به جزئیات حرکات دست و پا و صورت طرف دقت نمیکنه. چون مشاهدهگر خوبی نیست، نمیتونه کار شرلوک هولمز رو بکنه. نویسنده میگه من غالبا به آدمایی برمیخورم که به من میگن که ما غافلگیر شدیم تو زندگیمون. میگم چطور؟ وقتی باشون صحبت میکنم شروع میکنن شکایت کردن از یه سری از مسائل تو زندگی. شکایتشون هم میگه معمولا اینجوریه. یکی برمیگرده میگه که همسرم درخواست طلاق داده و من اصلا روحم خبردار نبوده که این از زندگی مشترکمون ناراضیه. خب معلومه که به جزئیات دقت نکرده. یا طرف به من میگه که پسرم 3 ساله داره کوکائین مصرف میکنه و من اصلا خبر نداشتم، نمیدونستم که مشکل داره. یکی دیگه برمیگرده میگه فکر میکردم رئیسم از عمل کردم راضیه، ولی روحم خبردار نبود که اصلا قراره اخراجم بکنه. خب ببینید، این جمله های مردها و زنانیه که یاد نگرفتن محیط اطرافشون رو با دقت بشناسن. و مشکلم از اونجایی شروع میشه که از دوران ابتدایی و دبیرستان و دانشگاه واقعا کلاسی تو این زمینه که ما نگذروندیم، آموزشی ندیدیم. ولی خوشبختانه مهارت مشاهده رو ما میتونیم به دست بیاریم. این چیز سختی نیست. بنابراین اگر ما بدونیم مهارت مشاهده رو، دیگه تو زندگیمون به راحتی غافلگیر نمیشیم. این مشاهده دقیق یه مهارتیه که با تمرین به دست میاد، با آموزش به دست میاد. مثل ماهیچه که شما دنبل میزنی قوی میشه، اینم قوی میشه. مشاهدت قوی میشه، چشمات تیز میشه. به راحتی دیگه از رفتارهای دیگران نمیگذری. البته این به معنای نیست که ما وسواس تو این زمینه پیدا بکنیم. این نکته خیلی مهمیه. چون جلوتر که ما زبان بدن رو، قسمت‌های مختلف بدن و صورت و دست و پا رو بیان میکنیم، شما میبینید که ما بازم باید با احتیاط پیش بریم. یعنی نکته نویسنده تأکیدش رو اینه که احتیاط رو در نظر بگیرید. چون شناخت آدم فریبکار بسیار بسیار مشکله، حتی برای کسایی مثل جو ناوارو. حالا آخر کتاب بهش میپردازم بیشتر. پس اولین فرمان یا اولین توصیه نویسنده این بود که جزئیات رو مشاهده دقیق بکنیم، سرسری از کنارش نگذریم، فقط نبینیم و رد بشیم. فرمان دوم اینه که مشاهده کلید درک رفتار غیر کلامیه. یعنی چی؟
یعنی شما تو رفتارهای غیر کلامی هرچه بیشتر شرایط زمینه‌ای رو درک بکنی بهتر متوجه اون حادثه میشی. بذارید مثال بزنم. نگاه میکنی تو خیابون همه شوکن، بهت زدن، این ور اون ور میرن، دستای بعضیا داره میلرزه، ازدحام جمعیت، احتمالاً اونجا یه تصادفی مثلا شده. درک شرایط زمینه‌ای به این زبان بدن شما خیلی میتونه کمک کنه. شما میتونی احتمال اینو بدی که اونجا یه اتفاقی افتاده، یه تصادفی شده، نمیدونم یه جا زلزله اومده، یه جا سیلی اومده، یه مشکلی پیش اومده و این رو میتونی زودتر ازش مطلع بشی. پس اون شرایط رو هم ما باید بهش پی ببریم، ببینیم اون حادثه تو چه شرایطی داره، تو چه زمینه‌ای داره اتفاق میفته. فرمان سومی که رفتارهای غیر کلامی که جهان شمولن، بین‌المللی ان، اینا رو یاد بگیریم، رمزگشایی کنیم. تو همه دنیا معمولا اینجوریه که وقتی مثلا یه کسی داره لباشو به هم فشار میده، جوری که اصلا لباش غیب میشه، یعنی اینکه این آدم یه جای کارش میلنگه، یه مشکلی داره، مثلا استرس داره. پس فرمان سوم اینه که رفتارهایی که جهان شموله رو ما یاد بگیریم، رفتار غیر کلامی که جهان شمول و بین‌المللی یاد بگیریم. همه جای دنیا همین شکلی مشترک، ما اینا رو یاد بگیریم. فرمان چهارم این که رفتارهای غیر کلامی منحصر به فردم یاد بگیریم، رمزگشاییش کنیم. ببینید یه سری رفتار عمومیه، مثل همین حالت قبلی که گفتیم، طرف لباشو به هم فشار داره میده. یه سری رفتار منحصر به فرده، یعنی مختص دوست شماست، مختص همسر شماست، مختص فرزند شماست، همکار شماست. اینا رو باید پی ببرید، بشناسید، کشف کنید. مثلا فرزندتون میخواد امتحان بده، سرشو میخارونه، لبشو گاز میگیره، این احتمالاً داره نشون میده که عصبیه یا آمادگی مثلا برای امتحان نداره. پس ببینید ما از همین رفتارهای منحصر به فرد فرزندمون میفهمیم که این یه جای کارش مشکل داره. اینم رفتارهای منحصر به فرد. فرمان پنجم اینه که زمانی که با دیگران تعامل میکنیم سعی کنیم رفتارهای مبنایی و اساسیشون رو شناسایی کنیم. مثلا اینکه فلانی چجوری میشینه، دستاشو موقع نشستن کجا میذاره، ژست پاهاش چجوریه موقع نشستن، موقع بلند شدن، حالت بدنش چه فرمیه. کم کم اینجوری میتونید شما چهره عادیشو با چهره ناراحتش و غیر عادیش و استرساش مثلا تشخیص بدید. پس اگر ما تونستیم شرایط عادی رو وارسی کنیم و بفهمیم، شرایط غیر عادی فهمیدنش خیلی سخت نیست. پس فرمان پنجم این بود که تعاملمون با دیگران باید زیاد باشه و اینجوری میتونیم رفتارهای مبناییشون رو شناسایی بکنیم. فرمان ششم اینه که همیشه در حال رصد رفتار دیگران باشیم. به خصوص رفتارهایی که خوشه‌ای پشت سر هم انجام میدن. مثلا میدونیم فلانی دائما یه کاری رو تکرار میکنه، مثلا یه تیکی داره تو حرکاتش، یه رفتار خاصی داره و از این میشه رمزگشایی کرد که این با این حرکتش چی میخواد به من بگه. فرمان هفتم اینه که دنبال تغییراتی تو افراد باشیم که نشون میده افکارشون چیه، هیجاناتشون چیه، علاقهشون چیه و اصلا نیتشون چیه. یه کسی مثلا داره با تلفن صحبت میکنه، بدنش داره یه واکنش نشون میده، مثلا این لباشو گاز میگیره، ناخونشو میجوه، این معلومه یه خبر بدی تلفنی مثلا بهش رسیده که اینجوری به هم ریخته. پس فرمان هفتم این که تغییرات در افراد رو ما بتونیم کشف بکنیم که این داره دلالت میکنه بر یک اتفاقی در این آدم. فرمان هشتم اینه که سیگنالای دروغی رو بشناسیم، سیگنالایی که فریب دهنده است. انقدر حرفه‌ای بشیم کم کم بتونیم سیگنالای فریب دهنده رو تشخیص بدیم. میبینید همینجور فرمانو میره جلوتر، دقیق‌تر و حساس‌تر میشه، مهمتر میشه، یعنی شاید میشه گفت حرفه‌ای‌تر میشیم ما تو این کار. فرمان نهم رفتارهای راحت و غیر راحت، یعنی ناراحت رو بتونیم تشخیص بدیم. دیگه مهمترین کاری که ما میتونیم بکنیم همینه دیگه. تو فرمان نهم دیگه اگه بتونیم رفتار راحت طرفو با غیر راحت تشخیص بدیم، تونستیم ارتباط غیر کلامیش رو رمزگشایی کنیم. نویسنده میگه که من به عنوان کسی که عمرش رو تو این کار گذاشته دارم به شما میگم، این جستجوی راحتی و ناراحتی یه نقش بنیادی تو ارتباطات غیر کلامی داره و اینقدر شما میتونید حرفه‌ای بشید که هر جا شک میکنید میتونید از خودتون بپرسید این طرف راحت یا ناراحته. راحته، مثلا راضی، خوشحال، آرامش داره، رفتارهای شبیه این. ناراحت، ناراضی، استرس داره، اضطراب داره. اینا رو میتونید در آینده تشخیص بدید. فرمان دهم اینه که زمانی که دارید یه نفر رو مشاهده میکنید، یعنی به جزئیات رفتار و حرکات بدنش دقت میکنید، ریزبین باشید. یعنی چی؟ یعنی زرنگ باشید، یه کاری کنید لو نرید، نفهمه طرف دارید مثلا ذهنشو میخونید، فکرشو میخونید، میخواید به منظورش پی ببرید، مثلا بهش زل نزنید. اون وقت میگید نگاه کن داره فضولی میکنه، مثلا میخواد یه چیزی از من بکشه بیرون. کاراگاه بازی به اصطلاح در نیارید دیگه. جلب توجه نکنید، تابلو نکنید. خلاصه
چون همه اینا به خاطر اینه که ما دیگران رو بهتر بشناسیم دیگه. قرار نیست که بخوایم مشکری کنیم یا مثلا کاراگاه بازی در بیاریم، FBI بازی در بیاریم، بخوایم بیافتیم به جون مردم. خواهش میکنم به این مطلب خیلی دقت کنید. پس این 10 تا فرمانی بود که نویسنده تو این کتاب به ما گفت. به اینجا که میرسه جو ناوارو میگه حالا دیگه رسما میخوام وارد عمل بشم و به این سوال مهم جواب بدم که ما دنبال کدوم رفتارهای غیر کلامی باشیم، یا اصلا رفتارهای غیر کلامی کدوما هستن، مهمتریناش کدوما هستن که میتونه اطلاعات رو برای ما فاش کنه، اونو به ما بگو. جو ناوارو میگه من اومدم براتون کار راحت کردم، مهمترین رفتارهای غیر کلامی رو شناسایی کردم، طبق یه الگوی، یه مدل منحصر به فردی که برای خودم دارم، اینا رو جمع و جور کردم و دارم در اختیار شما میذارم. پس شما دوست داشتید بیاید از این الگو استفاده کنید برای شناسایی بیشتر افراد، برای اینکه بتونید بهتر اونا رو رمزگشایی کنید، منظورشون رو بفهمید که به چالش تو زندگیتون نیفتید. برای اینکه بگه این زبان بدنم چه اهمیتی داره، با این داستان شروع میکنه. میگه بریم سال 1963 تو کلیولند اوهایو، یه کسی به نام مارتین مکفادن، یه کاراگاه کهنه‌کار 39 ساله، 2 مرد رو میبینه که جلوی ویترین مغازه هی میرن جلو، هی میان عقب، هی دارن سرک میکشن. نوبتی و شیفتی مثل این دزدا هی فروشگاه رو نگاه میکنن، میرن، نگاه میکنن، میرن، چند بار میرن برمیگردن، بعد شروع میکنن با یه نفر سومی صحبت کردن. کاراگاه شستش خبردار میشه که اینا احتمالاً میخوان فروشگاه رو بزنن. میره بهشون نزدیک میشه، یه ضربه آروم میزنه به یکیشون. طرف که برمیگرده ببینه کیه، از زیر لباسش هفتیرش معلوم میشه. کاراگاه تا هفتی رو میبینه، بلافاصله اینا رو بازداشت میکنه. نقشه سرقت خنثی میشه و شما دقت بکنید به این که مشاهده دقیق این افسر، یعنی آقای مکفادن، میشه مبنای حکم تاریخی دادگاه عالی ایالات متحده که میاد به افسرهای پلیس اجازه میده اگر رفتار مشکوکی از کسی دیدن، یعنی یه رفتاری که نشون میده این میخواد جرمی رو مرتکب بشه، بدون حکم قانونی میتونن اینو متوقفش کنن و بازرسیش بکنن. این پرونده رو یادتون نره، این داستانو داشته باشید تا با هم دیگه بریم فصل به فصل کتاب رو با هم ورق بزنیم بریم جلو. 8 فصل داره کتاب. تو هر فصل هم حرفای خیلی خوبی زده میشه، دونه دونه قسمت‌های مختلف بدن زبانش گفته میشه، صورت گفته میشه، دست، پا، نمیدونم شونه ها، بازو، همه اینا رو ما مفصل بهش میپردازیم. یه خورده حوصله کنید. این حرفایی که تا حالا به عنوان مقدمه من گفتم فصل اول کتاب بود. میخوام بریم سراغ فصل دوم کتاب، میراث لیمبیک و زندگی با میراث لیمبیک. ببینید بیشتر مردم فکر میکنن که ما یه دونه مغز داریم دیگه، اما جو ناوارو طبق تحقیقات علمی میگه در واقع ما 3 تا مغز تو جمجمه‌مون داریم که هر کدوم هم وظیفه تخصصی خودشون انجام میدن. سال 1952 یه دانشمندی به نام پل مکلین این میاد یه نظریه رو مطرح میکنه که انسان 3 تا مغز داره یا مغز سه‌گانه داره که شامل این 3 تاست. 1 مغز خزنده یا ساقه مغز، 2 مغز پستاندار یا مغز لیمبیک که ما تو این کتاب زیاد باش سر کار داریم، توضیح میدم، و 3 مغز انسانی یا نئوکورتکس. حالا چرا با این مغز دوم یا مغز لیمبیک یا مغز پستاندار ما زیاد کار داریم یا با همین لیمبیک سیستم زیاد کار داریم تو این کتاب؟ چون بیشترین نقش رو تو زبان بدن همین لیمبیک سیستم داره. لیمبیک سیستم کارش چیه؟ واکنش نشون میده به جهان اطراف. یعنی هر اطلاعاتی که از جهان اطراف میگیره سریع نسبت بهش واکنش نشون میده. اصلا لیمبیک سیستم مرکز هیجان ماه و همیشه هم روشنه، خاموشی نداره، استراحت نداره، همیشه بیداره. چرا؟ چون مسئول بقا و زنده موندن ما هست. لذا جو ناوارو میگه وقتی دست و پا و صورت شما یه رفتاری رو بروز میده درش شک نکنید، چون معمولا واقعیه، بدون فکر صادر میشه، چون لیمبیک سیستم فکر نمیکنه، فقط واکنش نشون میده. برخلاف حرف زدن ما که میتونه واقعی نباشه، دروغ باشه. ولی در مورد مغز لیمبیک اینجوری نیست، صادق ترین نوع مغزه. لیمبیک سیستم به محیط اطرافش هم 3 نوع واکنش نشون میده دیگه. اول اینکه میخکوب میشیم ما، دومی که فرار میکنیم، سومی که مبارزه میکنیم. بذار اینا توضیح بدم. میخکوب میشیم، اولین واکنشمون میخکوب شدنه. تو سیرکیم، یه دفعه شیر یا پلنگ وارد میشه،
همه سر جاشون میخکوب میشن. یا ماشین یه دفعه جلو شما میزنه رو ترمز، بی اختیار میخکوب میشی، بی حرکت میمونی. این واکنش میخکوب شدن از 5 میلیون سال پیش تا حالا تو گونه انسانی هست. یعنی انسان وقتی خطر رو احساس میکنه در جا میخکوب میشه و تو زندگی امروز هم شما دارید مصادیقش رو زیاد میبینید. مثلا شما از آپارتمانتون رفتید بیرون، یه دفعه یادتون میفته ای داد بیداد، اجاقو خاموش نکردم، گازو خاموش نکردم. یه مکسی میکنید، میگردید و گاز رو خاموش میکنید. یا از طرف رئیستون توبیخ میشید، نفستون تو سینه آن حبس میشه، میخکوب میشید. یا دارن ازتون مصاحبه میکنن، یه سوال سخت میپرسن، سعی میکنی که یواش نفس بکشی، ضربان قلبت میاد پایین، میخکوب میشی و سعی میکنی به سوال فکر کنی، جواب بدی. تو بازجویی‌ها خیلی این اتفاق میفته که طرف میخکوب میشه، علامتش هم اینه که پاهاشو مثلا دور پایه‌های صندلی خودش قفل میکنه و از همینا بازجو میتونه بفهمه که یه جای کار میلنگه و احتمالاً طرف راست رو نمیگه، داره یه چیز قایم میکنه. مثال دیگه باز میخکوب شدن، شما یه کار بدی کردید، یه آتیشی به اصطلاح پا کردید و شرمنده شدید و خودتون رو میخواید از دید دیگران مخفی نگه دارید. برای این کار میرید تو گارد لاک پشتی، یعنی سرتون رو میبرید پایین، شونه ها رو میارید بالا، سر رو بین شونه ها قایم میکنید. ما میگیم کز کردیم، خف کردیم. وقتی این شونه ها رو میاری سمت گوشا، یعنی چی؟ من احساس حقارت کردم، اعتماد به نفسم اومده پایین، یا دارم خجالت زده میشم از این کار، یا میخوام خودم رو مخفی کنم. همه اینا همون میخکوب شدنه. دومین واکنشی که سیستم لیمبیک ما به محیط اطراف نشون میده فراره. بچه سر میز غذا به خاطر اینکه غذا نخورده میزو ول میکنه میره، از ترس اینکه پدر مادر نگیرن، کتکش مثلا نزنن یا حرفی بهش نزنن. غذا نمیخوره در میره. خب این سیستم فراره. گفتیم از 5 میلیون سال قبلم بوده دیگه. وقتی ما حیوان درنده میدیدیم پای فرار میذاشتیم، واکنش طبیعی ما. یا کسی داره به ما حمله میکنه در میریم، طبیعیه. امروزم همین هست. یعنی شما یه کسی دوست نداری، چشماتو ازش برمیگردونی، روتو ازش برمیگردونی. یا یه خبر بدی میشنوی، دستاتو میگیری جلو صورتت. مخصوصا شما تو تونل وحشت این صحنه رو زیاد میبینی، صحنه‌های ترسناک میبینی، میخوای ازش فرار کنی. واکنشت اینه چجوری فرار کنم اونجا تو تونل وحشت که نمیتونم فرار کنم، دستو میگیری جلو صورتت که نبینی. این مصداق همون فراره. کسی که دوستش نداری میخوای ازش فاصله بگیری، این مصداق فراره. مثلا یه خانومی که میخواد کسی مزاحمش نباشه، بین خودش و مثلا طرف بغلی میبینی یه کیفی میذاره، یا خانومی نشسته کیفشو میذاره رو دامنش، میخواد این فاصله رو حفظ بکنه، میخواد حریم‌ها رو نگه داره. این فاصله گرفتن نشانه همون فرار از یه حادثه ناخوشایندیه که شاید دوست نداره. یا تاجری رو شما در نظر بگیرید که از مذاکره ناراضیه، اگه دید چشماشو میبنده یا اینکه میماله چشماشو یا دستاشو میگیره جلو صورتش آه میکشه، اینا نشانه اینه که داره از اون مذاکره به نوعی در میره. اینم واکنش دوم. اما واکنش سوم لیمبیک سیستم مبارزه است. از گذشته ما با حیوانات جنگی بعضا مبارزه کردیم، با آدمای دیگه مبارزه کردیم. تو دنیای امروز هم مصداقش همین بحث و گفتگوه. وقتی توهین به کسی بکنی، مسخرش بکنی، بهش حمله کردی، باش مبارزه کردی. اینا واکنش سیستم لیمبیکه. حتی به روسترش دعوای حقوقیه. اینا همه مصداق تهاجم و مبارزه است. چون انسان امروزی کمتر خودشو درگیر فیزیکی میکنه با کسی، سعی میکنه با همون زبون و لب و دهن و به اصطلاح چشم و ابرو، حالت چهره، پرخاشگریشو نشون بده دیگه کار به دعوا و مخاصمه و اینها نکشه. پس در کل لیمبیک سیستم نسبت به محیط اطراف 3 تا واکنش نشون میده که در همه ما هست. یکی میخکوب میشیم ما، دوم این که فرار میکنیم و سوم این که مبارزه میکنیم. این 3 تا. هدف سیستم لیمبیک چیه؟ اینه که بقای ما رو تضمین کنه. هدف اصلیش اینه که ما رو از خطر و از ناراحتی دور کنه. دنبال امنیت و راحتی ماست. گفتم راحتی و ناراحتی رو توضیح میدم، الان دیگه جاشه. مثلا راحتی چیه؟ شما بچه رو نگاه کنید تو نعنو تو رخت خواب خوابیده، لم داده. این مصداق راحتیه. مثل دختر برادر من لئا جون که تازه به دنیا آمده، وقتی من نگاه میکنم به عکساش، به فیلماش، میبینم راحت خوابیده. این مصداق راحتیه. هیچ استرس و ناراحتی نداره، راحت تو گهوارش یا تو رخت خوابش گرفته خوابیده. که همینجا به برادر عزیزم علی آقای بهمنی تبریک عرض میکنم به خاطر دخترش لئا خانم و همچنین به همسرشون شقایق خانم تبریک عرض میکنم. ناراحتی چیه مصداقش؟ مصداق ناراحتی کسیه که پروازش تأخیر کرده، پروازش لغو شده، اصلا بدنش و ناآرومیش به ما داره نشون میده یه اتفاقی افتاده. معلومه که این پروازش مشکل داره، معلومه پروازش تأخیر داره، لغو شده.
لیمبیک سیستم این دستور رو برای بدن صادر کرده که ناآرامه، ناراحته. حالا فایده راحتی و ناراحتی چیه؟ وقتی راحتیم اعتماد به نفسمون بالاست، استرس نداریم. اما وقتی ناراحتیم اعتماد به نفسمون پایین‌تره، استرس احتمالاً داریم. و این سیستم لیمبیک رو باید بهش اعتماد کنیم، چون راستگوه، صادقه، واقعاً واکنش‌هاش حقیقیه، واقعیه و نمیشه به راحتی هم مخفیش کرد، چون اصلا دست ما نیستش. وقتی این پیامو صادر به بدن میکنه دیگه نمیتونیم خیلی مخفیش کنیم. خیلی طرف به حرفه‌ای باشه، زبان بدنش رو مخفی بکنه. برای همینه که تأکید داره جو ناوارو به این رفتارهای غیر کلامی ما دقت بکنیم، چون اصلا ناخواسته است، ناخودآگاه، دست ما خیلی نیست. پیام از طرف مغز صادر میشه، بدن بلافاصله اجرا میکنه. از همین پیامی که بدن بر ما میفرسته ما میتونیم فکر طرف رو بخونیم، بفهمیم که باید چیکار بکنیم یا انتظار چه چیزی رو باید از طرف داشته باشیم. گفتیم دیگه هدف سیستم لیمبیک اینه که ما به راحتی برسیم، از ناراحتی دوری کنیم. خیلی پس کمک داره میکنه دیگه. من بفهمم طرف با من راحته یا ناراحته، این خیلی حرف مهمیه. حالا از کجا بفهمم طرف راحته؟ نشونه هاش چیه؟ و از کجا بفهمم طرف ناراحته؟ الان بهتون میگم. ما بریم اول سراغ این که اگه طرف ناراحت باشه چه رفتارهایی رو بروز میده. خب قاعدتا یه رفتارهایی میکنه که آروم بشه دیگه. رفتارهای آرامش بخش کدوما هستن؟ خب مثلا ما استرس داریم، میخوایم خودمون رو آروم کنیم. ببینید آدما به شکل‌های مختلفی خودشون رو آروم میکنن، یعنی از ناراحتی به راحتی میرسن. مثلا گردنمون رو لمس میکنیم یا نوازش میکنیم. دیدی دیگه بعضی موقع این کارو میکنیم. ناخواسته چال گلومون رو با دستمون میپوشونیم، یا مثلا تو خانه ما با گردن بندمون بازی میکنیم، پیشونیمون رو میمالیم، زبونمون رو به لبمون میمالیم، گونه‌هامون پف میکنه، نفسمون رو یواش خارج میکنیم، با موهامون بازی میکنیم، با سر و صورتمون ور میریم. اینا پیامای مغزه که خود به خود داره به بدن و به دستها و به صورت ارسال میشه که منو آروم کن. به دست داره میگه واکنش نشون بده، بدن رو آروم کن، مغز رو آروم کن. کاری میکنه ما احساس آرامش بکنیم. پس اگر معمولاً دیدی کسی این حالتهای نامتعارف انجام میده، احتمالاً نشانه اینه که ناراحت، استرس داره، هیجان داره، ترسیده، شک داره. گفتم احتمالاً. ببینید همش تا آخر کتاب من اینو تاکید میکنم، احتمالاً، هیچ قطعی نیست. همون اول آب پاکی رو دستمون ریخت جو ناوارو که بعداً ازش گله نکنیم. اینجوری ما خودمون رو آروم میکنیم. یا تو آدمای سیگاری نگاه کنید، استرس که بیشتر میشه سیگار بیشتر میکشه برای اینکه هی به آرامش برسه. آدامس خوره بیشتر آدامس میخوره یا سریعتر میجوه که به آرامش برسه. مغز میخواد با این کارا کاری کنه بدن پایانه‌های عصبیشو تحریک کنه، اندروفین تو مغز ترشح بشه و مغز آروم بشه. ببینید مغز داره به نفع خودش کار میکنه، یعنی مغز داره از بدن کمک میگیره به نفع خودش. برای اینکه مغز آرام بشه میگه بدن بیا به کمکم، واکنش نشون بده. واکنش که نشون میده بدن، مغز آروم میشه. ببینید چقدر سیستم قشنگ و زیباییه تو بدن ما. پس از نظر جو ناوارو نویسنده این کتاب، هر گونه لمسی در سرمون، صورتمون، گردنمون، شونمون، بازومون، دست و پامون، اینا یه واکنشیه به محرک‌های اطرافمون که معمولاً محرک‌های منفی هم هستن، برای اینکه مغز رو آرام کنه. محرک‌های منفی که اطرافمون هست، مثلا ما خجالت کشیدیم، استرس داریم، اینا رو آرومش کنه دیگه. این خجالت رو از بین ببره، استرس رو کم کنه. سریع به بدن دستور میده، بدنم دستش و پاش و صورتش رو به کار میگیره که مغز به آرامش برسه. مثلا مردا بیشتر ترجیح میدن صورتشون رو لمس کنن، زنها ترجیح میدن موقع محرک‌های منفی پیش میاد مثل استرس و اضطراب و خجالت و ترس و اینا، با لباسشون، جواهراتشون، با موهاشون اینا بازی کنن یا لمس کنن. و بعضی از آدما تو موقعیت‌های منفی مثل استرس ناخواسته میرن سراغ گزینه محبوبشون. گفتیم سیگار بیشتر میکشه، شیکموه غذای بیشتر میخوره. بعضیا مثلا با اسباب وسایل اطرافشون، با خودکارشون، با ساعتشون ور میرن بازی میکنن. یه وقتایی هم بعضیا ظریف‌تر این کارو انجام میدن، مثلا داره با یقه پیرنش ور میره، داره یقه‌شو صاف میکنه، یا با کراواتش مثلا ور میره، با آستینش ور میره. ظاهرا ما فکر میکنیم داره به خودش میرسه، اما به نوعی میشه گفتش که بدن داره خودشو آرام میکنه که مغز هم به آرامش برسه و تمام اینا ترفند لیمبیک سیستمه. باز تو مردا نگاه میکنید، برای اینکه جلوی محرک‌های منفی مثل خجالت و ترس و استرس رو بگیرن، پوست زیر چونه‌شون رو میکشن یا گردنشون رو میگیرن، دست به گردن میشن، کراواتشون رو صاف و مرتب میکنن، یا بعضی وقتا تو کراواتو شل میکنن، حتی دکمه پیرهن رو باز میکنن.
یا پاهاشون رو ماساژ میدن. اینا به خاطر چیه؟ اینا به خاطر اینکه بدن به آرامش برسه. حالا اگر شما دقت کنید به این که طرف دست و پاش اگر جلوی شما نشسته زیر میز باشه، شما شاید متوجه این حرکات نشید. پس اگر دست و پاش معلوم باشه، خیلی وقتا میشه خیلی چیزا رو کشف کرد که طرف ناراحته. یه عده دیگه انگار سردشون شده خودشون رو بغل میکنن. دیدید دیگه؟ مخصوصا تو مردها این اتفاق میفته. انگار مثلا میخوان اینجوری خودشون رو آروم بکنن. پس ما تو این فصل درباره روش‌هایی که انسان‌ها به کار میبرن برای اینکه خودشون رو آروم بکنن صحبت کردیم و گفتیم مغز لیمبیک برای اینکه آرامسازی ناخودآگاه رو انجام بده پیام میفرسته برای قسمت‌های مختلف بدن که آقا استرس رو کم کن، خانم استرس رو کم کن، جلو خجالت رو بگیر، ترس رو از خودت دور کن. و این پیام رو مغز به دست و پا و صورت میفرسته تا این آرامسازی به طور کامل صورت بگیره. حالا با خاروندن سر، با ور رفتن با یقه کت و امثال اینها. اینجوری باعث میشه ناراحتی‌هایی مثل اضطراب و استرس و ترس و خجالت در ما خیلی خیلی کمتر بشه، به یه آرامشی برسیم. این شد فصل دوم. بریم سراغ فصل سوم و این که به نظر شما صادق‌ترین بخش بدن کدومه؟ تو فصل سوم جون آواره این سوالو مطرح میکنه که حدس میزنید صادق ترین بخش بدنمون کدوم قسمته؟ میگه با قطعیت میتونم بگم جواب پاهاست. پاها جایزه صداقت رو در بدن برده. جون آواره میگه من با توجه به هزاران مصاحبه‌ای که تو FBI انجام دادم اینو یاد گرفتم که بیام رو پاها و به ساق پاها تمرکز کنم و بعد برم سراغ بالا تنه و صورت. و وقتی هم پای صداقت در میون باشه میتونیم بگیم که پا راستگوترین عضو بدنه. جوناوارو تأسف میخوره از اینکه منابع اجرایی قانون تو این 60 سال گذشته تو مصاحبه هاشون فقط روی بالاتنه و صورت تمرکز کردن و به مصاحبه شونده اجازه دادن که دست و پاشون رو مخفی کنن. خب دست و پا خیلی حرف برای گفتن داره، مخصوصا پاها. حدسم بزنید که دروغگوترین عضو بدن کدوم عضوه؟ میگه من به قطعیت میگم چهره و صورت. چرا؟ استدلالش نمیگه بچگی اصلا اینو به ما یاد دادن، رفته تو ضمیر ناخودآگاه ما، عادت شده برای ما. مثلا مادرمون یا پدرمون برمیگرده میگه که ببین مهمونا میخوام بیان قیافت اینجوری نکنی ها، نشون بده که شاد و خوشحالی، از چیزی ناراحت نیستی. پسر عمت داره میادا، پسر عمود داره میادا، خودتو شاد نشون بده، خوشحال نشون بده، چهره غمگین به خودت نگیر. عملا به ما اینجوری یاد دادن که نقش بازی کن. البته تو همه خانواده‌ها اینجوری نیست، خیلی خانواده‌ها فهمیدگی این رو دارن. اما میخوام عرض بکنم یه وقتایی ما ناخواسته وارد نقش بازی کردن شدیم و تشویق شدیم بهش. به خاطر همین صورتمون یه جاهای راست رو به ما نمیگه. یعنی طرف تو دلش ناراحته ولی تو صورتش نشون میده خندانه. این شناختش خیلی کار سختیه. و اینجوری ما دیگران رو فریب دادیم دیگه، بهشون دروغ گفتیم دیگه، باشون صادق نبودیم، باشون رو راست نبودیم و تو این کارم ماهر شدیم. پس اگر میخوایم جهان اطرافمون رو رمزگشایی کنیم، به پا و ساق‌های پا دقت کنیم. بریم ببینیم که پاها حالا چه اطلاعاتی رو به ما میده. ببینید پاهایی که خوشحال، راحته، این با سرخوشی میجنبه، بالا پایین میره، نشون میده اعتماد به نفس طرف بالاست یا طرف احساس میکنه داره به اون جایی که میخواد میرسه. نمونهش کیا هستن؟ عشاقی هستن که بعد یه مدت طولانی همدیگر رو تو فرودگاه دیدن. خب این تجدید دیدار تو فرودگاه رفتار پاهای خوشحال کاملا به ما نشون میده. بعضی موقع حتی از جاشون میپرن بالا. از طرز قرار گرفتن پاها حتی شما میتونید بفهمید که طرف وقتی میخواد با شما صحبت و معاشرت بکنه علاقه‌مند به این همصحبتی هست یا نیست. مثلا اگر پاهاش همراه تنش به سمت شما حرکت کنه و بچرخه، خب این اتفاق خوبیه، یعنی داره به شما خوش آمد میگه، خوش آمدش هم واقعیه. اما اگه پاهاش به یه طرفه و تنش رو فقط سمت شما چرخونده، پاها نچرخیده، یعنی ترجیح میده که تنها باشه، خیلی مایل به همصحبتی یا تعامل با شما نیست. یا دارید با یکی صحبت میکنید، ببینید کم کم پاهاش رو از شما داره دور میکنه، احتمال بدید که یا دیرش شده یا میخواد زودتر بره یا میخواد از شما فاصله بگیره، از حرف شما خوشش نیامده و به هر دلیلی میخواد بره. طرف نشسته دست به زانو گذاشته، تو جلسه است دست به زانو میذاره، این یعنی که آمادم که برم جلسه رو ترک کنم. لذا شما اگه این حالت دست به زانو شد کسی تو موقع نشستن،
یه احتمالی که میتونید بدید اینه که خیلی مایل به تعامل نیست، بنابراین بهتره که جلسه رو خاتمه بدید و تمومش بکنید. اگه نگاه کردید دیدید طرف پنجه پاهاشو در حالی که کفش پوشیده پنجه پاها رو به بالاست، تو حالت ایستاده. این نشون میده که ریلکسه، راحته، خبر خوبی شنیده، داره به موضوع خوبی فکر میکنه. بعضی موقع تلفن دستشه، دیدید نوک پنجه‌های پا میاد بالا. طرف پاهاشو از هم باز میکنه، اینجوری میخواد قلمروش رو گسترش بده. اصلا کلا انسان‌ها و غیر انسان‌ها بدونید اینو، وقتی استرس دارن یا آشفتن یا احساس تهدید میکنن پاهاشون از هم فاصله میدن. چند تا خاصیت داره. یکیش اینه که تعادلشون بهتر حفظ میشه و هم دارن نشون میدن آماده مقابله با حریفن دیگه. نمونهش هم شما پرسنل نظامی، مامورای اجرای قانون رو دقت کنید، پاهاشون، ساقای پاهاشون به بیرون باز شده و میتونه یه نشونه این باشه که طرف ناراحته یا خشمگینه یا مثلا از کوره در رفته. موقع دعوا و اینا که میشه شما اینو زیاد میبینید، پاها از هم دیگه شروع میکنه باز شدن. روی هم انداختن پاها چی؟ این یه شاخص دقیقه برای میزان راحتی فرد. اگه کسی احساس راحتی کنه معمولا پاهاشو رو هم میندازه، اعتماد به نفسش بالاست این کارو میکنه. مثلا دو تا همکار روبرو هم نشستن، پاها رو وقتی دوتایی رو هم میندازن یعنی که با هم دیگه احساس راحتی میکنن. و نویسنده میگه اتفاقا یکی از ویژگی‌های این پا رو هم انداختن اینه که ما معمولا این کار رو در مقابل کسایی میکنیم که خیلی دوستشون داریم و معمولا پامون رو هم به طرف فرد محبوبمون متمایل میکنیم، یعنی پامون رو میندازیم رو هم و میگیریمش به سمت طرف مقابل، حالا یا کنار دست ما نشسته یا روبروی ما نشسته. جو ناوارو میگه میخوام یه تجربه‌ای هم تو این زمینه از خودم بهتون بگم. میگه شخصا اولین بار که من کسی رو میبینم معمولا به سمتش خم میشم و دستشو خیلی صمیمانه فشار میدم، بعد یه تماس چشمی خیلی خوب برقرار میکنم و منتظر میمونم یه قدم برمیگردم عقب ببینم عکس العمل طرف چیه. دقت کنید به پاها، یه قدم رفت عقب، دیدمش، به سمتش خم شدم، باش دست دادم، تماس چشمی خوب برقرار کردم، یه قدم برداشتم عقب ببینم عکس العملش چیه. و احتمالاً 3 تا واکنش رو به شما نشون میده. یا اینکه طرف مقابل من سر جای خودش باقی میمونه و من میفهمم که تو این پوزیشن راحته، یا اینکه یه قدم میاد عقب یا مثلا روشو برمیگردونه و این یعنی که من یه فضای بیشتری نیاز دارم یا میخوام مثلا اینجا نباشم جای دیگه‌ای باشم یا تمایل به ارتباط با شما ندارم. سوم اینکه یه قدم به من نزدیک میشه، این یعنی با من احساس راحتی میکنه، نظرش درباره من مثبته، یعنی اینکه فاصله‌ای با من دیگه نداره. خب این با من معلومه که راحته. ناوارو میگه اتفاقا سبک راه رفتنم باز میتونه خلق و خوی طرف رو یا حتی نگرشش رو به ما بگه. دیدید دیگه یه کسی سلانه راه میره، این یه معنا داره. تند راه میره، یه معنای دیگه داره. خرامان داره راه میره، یه معنا داره. شق و رق راه میره، یه معنای دیگه داره. ناوارو میگه من به عنوان مشاهده‌گر سبک راه رفتن آدمو برام مهم باید باشه. حتی تغییر در راه رفتن، طرف آروم راه میرفته یه دفعه تند داره راه میره، معلومه یه اتفاقی افتاده، فوتی اتفاق افتاده، تصادفی اتفاق افتاده، خبر ناگواری اتفاق افتاده، باید سر قراری باشه، یادش رفته داره میدوه. میگه این تغییر در راه رفتن میتونه خودش یه پیام به ما بده. پس بررسی باید به این بکنیم که چرا راه رفتن طرف عوض شد، چه اتفاقی افتاده بود. توجه هم دارید دیگه وقتی یه ناشناس میاد تو خیابون سمت ما به ما نزدیک میشه، بالا تنمون رو به سمتش میگیریم ولی پاها انگار مسیر خودشو داره میره، انگار یه پیامی داره میفرسته به مغز، به بدن که شخصا آماده باش برای فرار یا برای قرار. این واکنش طبیعی مغزه. جو ناوارو میگه من تو مطالعاتم متوجه شدم کسایی که اظهارات قاطعی رو به زبون میارن، مثلا میگن که جناب من حرفی برای گفتن ندارم و در مقابل قاضی، بازپرس، رئیس، این اظهاراتش قاطعه که به زبون آورده اما پاهاش سمت دیگه است. میگه من تو مطالعاتم متوجه شدم این داره یه چیزی رو مخفی میکنه و اتفاقا ممکنه صورتش هم مهربون باشه، رفتارش هم قاطع باشه ولی پاهاش داره اینو لو میده. پس اگر بدن به سمت ما بود ولی پا به سمت دیگه ای، این یه نشون است. تکون دادن پاها یا جنبوندن پاها چی؟ اینم احتمالاً نشان دهنده یه ناراحتیه دیگه، استرسی چیزیه. اما واقعیتش اینه که خیلی نشونه مهمی نیست، خیلی حرفی برای گفتن نداره، چون چه آدمای راحت چه ناراحت یه مقداری پاهاشون رو تکون میدن. اما اگه از این تکون دادن برسه به حالت لگد زدن به اصطلاح، یعنی پا رو طرف میپرونه، این معلومه یه خبر منفی چیزی شنیده یا یه منظره ناراحت کننده دیده،
شوکه شده، پاهاش به این حالت داره در میاد. یکی هم میبینی خیلی شدید داره مستمر پاهاشو تکون میده و میجنبونه. خب این قطعاً یه خبری هست دیگه، استرسی، هیجانی، چیزی سراغش اومده. اگه پاها رو ما قفل کنیم به هم، این چه نشونه‌ای داره؟ حتی رو صندلی نشستیم، پاها رو از پشت به پایه‌های صندلی، به پایه‌های عقبی صندلی یا پایه جلویی صندلی قفل میکنیم. معنیش چیه؟ این معنیش اینه که احتمالاً طرف دچار دردسر شده. شق و رق نشسته، دستای صندلی گرفته، پا رو قفل کرده دور پایه‌های صندلی. احتمالاً این نشون میده که یه استرس و اضطرابی داره. اینا یه تعدادی بود از رفتارهای غیر کلامی پاهای ما که گفتیم صادقانه ترین حرف رو تو اعضای بدن ما به ما میزنه از نوع غیر کلامی. یه جمع‌بندی بکنیم ببینیم تو این اپیزود چی گفتیم. ما درباره زبان بدن با شما صحبت کردیم، در مورد ارتباط غیر کلامی با شما صحبت کردیم. گفتیم لیمبیک سیستم ما وقتی که خطری رو احساس بکنه از محیط اطراف، واکنشی از خودش بروز میده و این واکنش رو اول از همه پیامش رو بدن دریافت میکنه. بدن به محض اینکه پیام لیمبیک سیستم رو دریافت کرد، از خودش واکنش طبیعی و غیر ارادی نشون میده. یا میخکوب میشه، یا فرار میکنه، یا مبارزه میکنه. و گفتیم که در هر کدوم از قسمت‌های بدن یک بروز و ظهوری داره. تو بین اعضای بدن هم صادقانه ترینشون پاها هست که ما واکنش‌های مختلف پا رو گفتیم که از قرار گرفتن پاها ما میتونیم اطلاعات خیلی دقیقی رو در مورد احساس طرف، در مورد فکر طرف به دست بیاریم و این خیلی کمکمون میکنه. تو فصلهای دیگه ما باید بریم سراغ بالاتنه، بریم سراغ صورت و اینا رو هم باهاتون صحبت بکنیم. تا اینجا 3 تا از فصلهای کتاب رو گفتیم، 3 تا از فصلهای مهمش رو گفتیم. میمونه 5 فصل دیگه که در اپیزود بعدی به زودی خواهید شنید. اپیزود 100 پادکست کتاب جیبی بود که در آبان ماه 1403 منتشر شد. به مناسبت همین 4مین سال تولد پادکست کتاب جیبی خیلی باید تشکر و قدردانی بکنم از همه شما شنونده های فهیم، شنونده های قدردان، شنونده های با معرفت که ما رو میشنوید، به دیگران معرفی میکنید، خانواده پادکست کتاب جیبی رو گسترش میدید. اگر خواستید که گفتگوی من با اسماعیل باستانی رو در رادیو جوان به مناسبت 4مین تولد پادکست کتاب جیبی بشنوید به صورت یه گفتگوی خودمونی، لینکش رو در توضیحات اپیزود گذاشتیم، میتونید مراجعه کنید. اگر خواستید اسپانسر ما بشید، خدمات و محصولاتتون رو تبلیغ کنید، به ما اطلاع بدین. حتی الامکان ما رو از طریق کست باکس و یا اپل پادکست بشنوید. از همکارانم در تیم پادکست کتاب جیبی به خصوص پسر عزیزم رضا بهمنی تشکر و قدردانی میکنم. قسمت مشاوره ما هم که فعال خواستید سر بزنید. روز و روزگار بر همتون خوش و خدا نگهدار.